السلام علیکم بینندگان ارجمند. این برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی است که در همکاری با استانسیه‌های مستقل تلویزیونی تاجیکستان تهیه می‌شود و مواضع آنها در برنامه جای داده می‌شود. امروز ما در موضوع تغییریابی اقلیم و سلامتی انسان و تاثیر آن به سلامتی انسان و زمین صحبت می‌کنیم و امروز ما با کمک کارشناسان به آینده این موضوع یک نظری خواهیم انداخت. اقلیم سیاره دیگر شده ایستاده است. چرا حرارت سیاره زمین تغییر می‌یابد؟ تغییریابی اقلیم به چه آورده رسانیدنش ممکن؟ نامساعدی آب و هوا به انسان و زمین چه خیلی تاثیرگذار می‌شود؟ برای نگاه داشت توازن طبیعت و پیشگیری تاثیر تغییریابی اقلیم از دست انسان چی می‌آید؟ کارشناسان برنامه عبدالولی حمیدов دیرکتور مرکز آب و هوا سنجی ولایت سوخت و عبدالعزیز محمودزاده معاون سردار سرریاست کشاورزی ولایت سوخت پاسخ می‌گویند. دوام 20 سال آخر همین عباره تغییریابی اقلیم بسیار به گوشمان میرسد. ما آن را طریق واسطه اخبار عامه میشنویم، میخوانیم و میبینیم. و خود عباره تغییریابی اقلیم چی معنا دارد؟ چرا اقلیم تغییر یافته ایستاده است؟ در تاجیکستان این تغییریابی چگونه مشاهده می شود؟ همه این مسائل را ما امروز میخوایم با کارشناس برنامه مطرح کرده باشیم. خوش آمدید میگم شما را. خب تاثیر تغییریابی اقلیم رو به اکوسیستم تاجیکستان اگر از روی معیار 10 بله اگر تاثیرش مقرر کنید شما چند بال میدادید؟ در عین زمان تغییریابی اقلیم از روی چینکی 10 بالا که شما معلوم کردید حاضر ما از 4 تا 5 بالاش میتیم، از 4 تا 6 بالاش میتیم. البته نسبی زیاد تاثیر احساس میشود. نسبی زیاد تاثیر احساس میشود که خودش اگر در وادی‌های ولایت یا که در وادی‌های خود جمهوری تمپراتور هوا یک تمپراتور شبانه روزی هوا 1 گرادوس گرم شده است. این به چی آورده میرساند؟ وقتی که تمپراتور شبانه روزی 1 گرادوس که گرم شد این آورده میرساند که تاثیر گرمی زیاد از اتمسفر به زمین فرآمده رسیده شده است. تشکر. بسیار خوب اینجا اشاره کردید که اگر مثلا در وادی‌ها شبانه حرارت هوا 1 درجه بلند شدنش را احساس کنند این پیش از همه چی معنا دارد برای سلامتی انسان؟ این همان معنا دارد که تغییریابی اقلیم گفته در نتیجه اقلیم در سالهای گذشته هم تغییر یافتگی بود. در عصرهای گذشته در سالهای هزار ساله گذشته هم اقلیم تغییر یافتگی بود. تغییری که حاضر اقلیم تغییر یافته شده است این تغییر وابسته به زیاد شدن انسان در روی زمین و زیاد شدن پرتو در اتمسفر، زیاد شدن پرتو در روی زمین. از حساب این پرتوها همون گازهایی که در اتمسفر بخار میشوند همون گازهای گرمی دهنده اند که همون پرده اوزون اتمسفر را میتونه تنظیم کند که نور آفتاب دوچند آمده به زمین رسد. تشکر. هر سال گفتم که یگان گویم کنفرانس سطحی جهانی نیست که وابسته به موضوع تغییریابی اقلیم بخشیده نشود و در آن حتما رهبران دولت‌های روی عالم مخصوصا دولت‌های مقتدر عالم که تأثیر آنها در گویم به هوای اتمسفر پرتافتنی گویم گازهای بخارنگی یا مثلا CO2 بیشتر که هست آنها نیز وعده می‌دهند که حتما در فعالیت این بعدشون این رو گویم حالتش رو پس میکنن یعنی کم میکنن اما متاسفانه این در سطح وعده باقی میماند. چرا چنین است به فکر شما؟ از اون مملکت‌های ابرقدرتی که همی اخراج گازهای گلوخانگی یا گلوپرنیکی از آنها وابستگی دارد که به اتمسفر میپرتند. در خودی کنفرانس پاریس عاید تغییریابی اقلیم جناب عالی خودشون چی کردگی بودند برآمد کردگی بودند و گفته بودند که تاجیکستان 135 در 135 جا قرار دارد. در 135 جا قرار دارد و در آسیای مرکزی باشد 3% گازایی که به اتمسفر گازهای گلوخانگی که به اتمسفر پرتافته می شود همین را تشکیل می کند. از این حساب ما مملکتی اگر که به زبان روسی گوییم این مملکتی اویزیمی ما مملکتی بسیار آسیب پذیر که در ما هم پیریخ‌ها هستند هم آب‌ها هستند هم دیگر نمودی بیورستینی ها هستند که وقتی گم شدن همین ده از مملکتی ما میتواند که اقلیم به تغییریابی اقلیم را تیز حس کند. به همین خصوص در
خودی پاریس همین خیلی سازمانی تیار شد که چی شد که از اونجا به تیار کردن که یک سازمانی هست است که اقلیم سبز نام دارد. همین اقلیم سبز به تاجیکستان اونجا کمکش رو رسانده شده است. در بعضی منطقه های تاجیکستان برای شناندن درختان کمک کرده شده است. بعد بعضی جاهایی که سیل آسیب سیل دیدگی در اونجاها یاردم خودش رسانده شده است. خود اکنون در آینده دور ما هم انتظاریم که همین وی سبز اقلیمی سبز با ما هم یکم کمک رساند. تشکر. ما مشاهده میکنیم ویران کننده همین توازن انسان است. یعنی منفعت های انسانی همین گوییم بالانسی اکوسیستم رو و توازن سیستم اکولوژی رو ویران کرده شده است. مثلا در یک صحبت شما بسیار یک نکته عجیبی گفته. شما تصور کنید تمام مواد غذایی که شما در گوییم پاکت پلی اتیلنی سیاه نگاه می‌دارید و در پاکت کاغذی نگاه می‌دارید فرقیتش رو که حتما مثلا به انسان تاثیر می‌کند. پس چرا ما در یک شاخ نشسته همون شاخی که ما نشستیم اون رو بریده ایستادیم دیدی دانسته؟ این از اینجا بسیاری چیها سوال و مسئله آوردن ممکن است اویدی تغییریابی اقلیم از بیش از اون که از حاضر که گفتید که همون پاکت های پلی اتیلنی که ما با موسیر میپرتیم و شمال وی برداشته به یک کنج طبیعت میبرد و میگوید که قطره قطره آب ریزه دریا شود. همین کنج طبیعت محکم که شد همین طبیعت نمیتواند که به اتمسفر دود و گرفت کند. وقتی دود و گرفت اتمسفر که نشد بین اتمسفر و زمین همین به همین حالات هم خشکسالی آورده میرساند، هم گرمسیلی آورده میرساند، هم چنگ و غبار آورده میرساند که حاضر اگر که شما مشاهده کردگی باشید اگر دیدگی باشید همین یک دو سه روزه شهر خوجند مقداری پیل در اتمسفر از 0.5 تا 0.20 تا 0.25 مقداری چنگ بود. حاضر انامین چی با بارت آورده رسونده است. پیش میگفتن که از در طرف جنوب از طرف افغانستان چنگ های غباری افغانسکی پیل میبیاد. انه که در وادی فرغانه ولایت سوخت این خیلی این گپا نبود کو. حاضر من همین پیدا شده است که همون سالهای خشکسالی آمده است و بسیاری طبیعت گم شده است. از حساب اول همون چنگا پیدا میشه نه از حساب شمال همون چنگا به اتمسفر میبرون و میبیاد. و این ذره‌چه ها رو ما در خود شهر خوجند پونکتی مشاهده‌ای داریم، در خود ناحیه سپیتامین داریم، در خود شهر بوستان داریم. همین از پونکت‌های مشاهده همون که در یک شبانه روز تا 8 مرتبه مشاهده میکنند آید همین از چنگ و آیدی همین گازهای اتمسفری به ما معلومات میدهند که سالهای آخر با من همین سال با نظر به سالهای گذشته با خیلی زیادتر همین به مشاهده رسیده شده است. بله چون وقتی زیاد می شود و البته به انسان بی تاثیر نمیماند. تشکر. یک چیز نکته که شما در قبلا همین سوال بالایی به اشاره کردید من میخواستم اون رو کمی توضیح میدادید. خب انسان با دستش همین توازن رو ویران کرده شده است. میتواند همین با دست خودش همین توازن رو به نظام درآورد؟ اگر ها چیکار کند؟ این به دست انسان است همیشه. اگر که همین یک سال پاندمی عالمان از جهان گفتن که عالمان کلیماتولوژ گفتن که در انتارکتیدا یخها در یک وی مقرری ایستادن، در یک سطح مقرری ایستاده آب نشدن. این میشد که ما حاضر در تاجیکستان منبع آب ما از چی سر میشد؟ از پیریخا سر میشد. ما میتونیم که در تاجیکستان همین تشکیل کنیم که همون با پیریخای خودمانی نگاه داریم. وقتی که ما پیریخا رو نگاه داریم اکوسیستم جمهوری ما در یک سطح معین میشد. تشکر برای اشتراکتان و پاسخ به سوال‌های برنامه. بیننده‌های ارجمند شما برنامه اطلاعاتی و تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده اید که ما در مورد تغییریابی اقلیم و تاثیر آن به انسان و زمین صحبت داریم. جسم انسان و قول هواسنج شده است. اگر هوا ابری شد نفرانی که بیماری‌های دل و فشار بلندی دارند از سلامتیشان حتما شکایت میکنند. خودی طبیبان این ساحه نیز میگویند که سالهای آخر تاثیر تغییریابی اقلیم به سلامتی انسان بیشتر به مشاهده میرسد. گزارش نخستین برنامه از جانب همکاران ما از تلویزیون آسیا تهیه شده است که این موضوع را ادامه می‌دهد.
тағйирёбии обу ҳаво ба як гурӯҳи одамон ва беморон таъсири худро мерасонад. духтури маркази дилшиносии вилояти суғд Абдуҳаким Ҷӯраев таъкид дошт ки дар дунё одамон бо 4 шакли системаи асаб ба дунё меоянд ва тағйирёбии иқлим ба яке аз ин гурӯҳҳо ки холерикон ном мебаранд бештар таъсир мерасонад. Бештар холерикҳо таъсир мекунад, чунки холерикҳо тунмиҷоз буда системаи асабашон ноустувор. Системаи асаби холерикҳо, системаи асаби флегматикҳо бошад, баръакс бепарво ва ҳар гуна таъсиротҳои манфӣ дар ҳолатҳои манфии эмотсионалӣ дучор намешаванд. Абдуқаҳҳор Воҳидов беш аз 40 сол мешавад ки бо боғу токпарварӣ машғул аст. Аз ин лиҳоз бо масъалаи таъсири тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ, хусусан боғдорӣ хеле ошно аст. дар натиҷаи гармшавӣ ҳамаи зироатҳо онҳо ҳам аз тарафи нури офтоб гармиро мегиранд, ҳам дар заминҳои санглохе ки дар доманакӯҳҳо боғу тогзорҳо асосан ҷойгир мебошанд, гармиро гирифта ду тарафа гарм шуда, бухоршавии об аз сатҳи барг, бухоршавии об аз рӯи хок, аз дохили хок зиёд шуда, он ҳолатҳоеро ба растанӣ меоранд ки ва хусусиятҳои физиологии худро гум мекунад. Абдуқаҳҳор Воҳидов чун пири кордон аст, имрӯз ба ҳайси сармутахассис дар боғи миллии ваҳдат кору фаъолият дорад. Ба гуфти ӯ, табиат ки худ дорои 4 фасли сол аст, мувофиқи он деҳқонон ба кишту кори мавсимӣ мебароянд, аммо давоми 5 соли охир зуд тағйирёбии ҳаво эшонро ба ташвиш андохта аст. مثلا سال 2015 در وقتی گل زردآلو، گیلاس و دیگر درخت‌های میوه‌دهنده خنکی سخت شد، همه گل‌های درختان میوه‌دهنده ضرر دیدند. در نتیجه حاصل همان سال نشده بود. حاضر من مابین از 2021 باز همین حادثه تکرار شده. این سال یک روز نه، 3 روز 4 روز 3 بار 4 بار تکرار شد همین خنکشوی که اون تماما با گل‌های درختان میوه‌دهنده از آن جمله زردآلو یکم دوم سوم مراتب خنک زده نابود کرد. پس آمدن حرارت هوا در آغاز فصل بهار و در نتیجه آن سرما زدن درختان میوه‌دهنده را معاون سردار سرایسته کشاورزی ولایت سوخت عبدالعزیز محمودزاده ضمن صحبت به ما شرح داده ابراز داشت که از این حساب در ولایت سوخت سال جاری 48000 تن میوگی‌ها کم استحصال شدند. طبق معلومات آماری به حالت 1 آگوست سال جاری کشاورزان ولایت به مقدار 36124 تن میوه استحصال نمودند که این نشان داد نسبت به همین دوره سال پیشین نزدیک 48000 تن کم میباشد. سبب کم شدن استحصال میوه خصوصا میوه دانکدار این در ماه‌های январ، فوریه، مارس یک بار سرد شدن و بارشات‌های پای در پای به همین حادثه آورده رساند. قید گردید که با وجود چاره‌اندیشی ریاستی کشاورزی ولایت سوخت برای رفع عاقبت‌های طبیعی با روحی یخابمانی، دودمانی و دیرتر آغاز نمودن کشت و کار بهاری، دهقانان همان و نزد قانون طبیعت ناچار ماندند ولی جاری نمودن اصول‌های نوی نگاه‌بینی باغ و تاکزار را الحال سنجیده ایستادند. از اطلاع نمایندگان ساحه کشاورزی و تندرستی برمی‌آید که تغییریابی اقلیم و دگرگونشوی وضع آب و هوا در موسم مقرری به همه تأثیر منفی می‌رساند. اما انسانیت را وادار می‌سازد که برای حفظ طبیعت همیشه سهم‌گذار باشد. گزارش فرزانه هادیبایی و ولیجان دوستمطف ازیه. برنامه را ادامه می‌دهیم. دولت چین، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اتحاد اروپا، روسیه و هندوستان از کشورهایی میباشند که در آلوده‌شوی هوا تأثیر بیشتر دارند. اگر بر سرشماری اهالی گیریم، ایالات متحده آمریکا به سری هر اهالیش به هوای اتمسفر سالانه 23.5 تن و اکویولنت گاز کربنات یا خود CO2 خارج میکند. دولت‌های اتحاد اروپا باشد 10 تن و چین 5.5 تن گاز CO2 را به هوا میفرستد. این رقم‌ها بسیار واقعاً تشویش آورند. بخش نوبتی معلومات گرافیک را همراه تماشا می‌کنیم.
بیننده‌های ارجمند شما برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی را تماشا کرده اید و ما صحبت ما اطراف تاثیر تغییرآبی اقلیم به سلامتی انسان و همچنین ساحه کشاورزی است و امروز در منبر کارشناسی حضور دارند یک نفر دیگر عبدالعزیز محمود زاده معاون سردار سرپرستی کشاورزی ولایت سوات. خوش آمدید میگم شما را. سوال نخستینی من نیز بیاسته چون گفتیم سخن در مورد تغییرآبی اقلیم که هست، من میگویم که همین تاثیر تغییرآبی اقلیم به ساحه کشاورزی ولایت نیز مشاهده میشود. برابر. البته مشاهده چخیره که از من پیشترک همکار ما گفت دادن. همین سال اگر سال 2021 میگیریم ماهای январ، فوریه، مارت، اپریل سال جاری نسبتا اول هوا گرم آمد، بعدتر سرد شد. از تاثیر همین خوبان که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان مقامات اجرا کننده دولت ولایت گرچنده که اویده همین سردشوی هوا برقی و به ما ارسال کرده، ما کشاورزان همین چهار رو دیدیم. ما январ، فوریه اون جایی که آب بود خصوصا در باغ تاگدارا آبای خود جاری بودن ما یخامانی کردیم که وقتی که زردالو تاریخاً شد ما январ، فوریه شد و ما معلوم ما بسیار بتکنی کردیم لیکن همین چهار جایی کردیم لیکن امروز طبیعت غلبه کرد و اساسا به همین خصوصا میوه همیشه برید به اگر به حالت یکم آگوست گوییم که استحصال میوه 36,000 تن باشد بیاره و سال گذشته 85,000 تن بود و نسبت سال گذشته ما نزدیک 49,000 تن کم میوه استحصال کردیم. خصوصا 4 شهر نویای باغداری ما شهرهای استفری کنبادام، نوی اشتو باجان غفورов از تاثیر همین اول گرم شدن وقتی که درخت هوشیار شد ریشه ها کار کرد تنه پای نهاد گلکنی آغاز یافت، بعد آمدن سردی در وقتی همین گلکنی غیربندی همین تلفات حاصل دیده شد. خصوصا اگر گمگر نوعی اش به نزدیک 20,000 تن نسبت سال گذشته همین حاصل خصوصا زردولیه نوعی باجان غفور زیاد از 15,000 تن و شهر نوعی استفری کنبادام 7,000 ما کم همین حاصل زردولو گرفتیم. تشکر. امروز مشاهده می شود که مثلا کدام نمودی زراعت ها در نتیجه تاثیر تغییرآبی اقلیم امروز گوییم از بین رفته ایستاده است، گوییم کشت کنندگان نمیروید فرض کردیم. نه خیلی حالا این ما مشاهده رسیدگیش نه، لیکن همین رو گفتن هستم که اون زمین های لالمی که ما همسال زراعت های خصوصا جو و گندم هم در کشتی ترمای هم در کشتی اولباره کش کردیم از حساب سری وقت مثل تامین نشدن باری شد اون که از این جهت هم خصوصا از همین کم بارشی زمین های لالمی که کشی گذرانده بودیم نکید کمتر همین ضرر اقتصادی دیدن که همین حاصل نوکی همین زراعت های کشاورزی خصوصا جو و گندم 2-3 سنی رو تشکیل دو خلوت با وجود همین باشدم من امروز استحصال شفتالو من گیلوس اولی سیاه من امروز من سیب بنازی که من نو لیکن فراوانی است و در تامین امنیت و آذوقه‌ای کشاورزی ولایت سهم خود رو میگذارند و این زمین های لالمی که استحصالشون از حساب زمین های لالمی حاصل نوکی ما غالی کم گرفته باشیم. من ما سال گذشته با تشبثی رئیس ولایت ما از جمهوری همسایه ازبکستان از ولایت فرغانه یک مقدار معین با تخم خوشصفتی گندم وارد نمودیم که حاصل نوکی آنها در زمینهای آبی زیاده 60 تا 70 سنی رو تشکیل کرد که با همین حساب ما همین چطور ما روی پوش کردی استادیم. تشکر. راستی انسان نزد طبیعت انجیقه های طبیعت گوییم قادر نیست که مثلا پیشگویی کند گوید که همین گونه موافق طبع دلش از زمین گوییم حاصل رو نگیرد. معلوم است که به سبب دهقانان گذشته میگن که این دهقانی است. گذشته از این مثلا در شرایطی که آب و هوا نامساعد می آید خانه‌ها سببی کشت‌های تکراری می شود. ما آگاهی داریم که مثلا کشت‌های تکراری می شود، اما همین کشت‌های تکراری می تواند مثلا برای قیمت شدنی گوییم نرخ و نوای مواد نیاز اولیه مردم مخصوصا همین سال ما مشاهده کردیم که 1 کیلو سبزی برابر 1 کیلو برنج شد. گوییم شاید به نظرم 10 سالی آخر چنین گوییم حالت را ندیده باشد. همین گونه به همین حالت گوییم عامل‌های تغییرآبی اقلیم را نیز وابسته کردن ممکن است. البته از یک جهت همین لایق دانستن ممکن است، دیگر این دیگر عامل‌های خود را دارد. اگر گوییم که ما همین اگر جنبسته یکم ایل بگوییم
در مقیاس ولایت در همین شکل خوشگداری ولایت نزدیک 2860 گکتار ما سبزی کش کردیم از جمله در خوشگوی کشاورزی زیاده از 1400 گکتار این نشان داد نسبت سال پیشین نزدیک 134 گکتار زیاد می باشه. حاضرم با دستور سپارش‌های من وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری و مقامات اجرایی ما در کشت تکراری طبق حسابات عمومی و همین شبیه زیاد از 1000 گکتار ما سبزی در کشت تکراری ما کش کردیم. اگر گوگه همین 1000 گکتار اگر همین روی 240 سنیری 250 سنیری حاصل گرفت کندیم تنها از کشت تکراری این 24-25 هزار تن نه یا خود تنها سبزی میشه. همین شبیه ما هم حاضر نزدیک 1400 گکتار گویمگر نزدیک 700 گکتار خصوصا نوعی بوجون غفور قسمت جباراتو استراوشن اگر جمع آوری سبزی هم بر وقتی میانپس با آغاز کرده باشند اساسا سبزی کارای ما این شهر استراوشن نوعی دیوشتش به شمار میرد که برابری کشت تکراری های نوعی بوجون غفور و کنی بودم و استپیدیمت جباراتو زون نوعی بلندکوی نوعی غنچه همین ماهای اکتبر نویبر سبزی کشت اثر میکنند. لیکن وقتی که شما گفتید برای یک اگر همین شدگار گوینگه امروز من گرانشوی قسمای احتیاط خصوصا در تکنیکای کشاورزی گرانشوی نرخ سویل شماری هم گاز و بنزین و سولار برای تیار کردن یک گکتار زمین توکش نزدیک به حساب کتاب متخصصان که نزدیک 34,000 سومانی میشن. اگر ما همین کشت تکراری نامساعدی آب و هوا حساب بارشات پای در پای گوینگر ما همین چیز وایران کده از ناو کار میگر همین مرد دهقان همین 34,000 سوم علاقه بوی میتن همین چیز ارزش اصلی محصولاتی تیار کرده و رفته میشینه. بالاشون میشینه. حاضر مثال اگر در سمت پخته کاری گویم اگر اول هوا گرم بود ماه اپریل ماهای مای اینجی خوش شد سیل بارشتر شد کمتر بعد جو بارش نشد لیکن ما نزدیک 2000 گکتار کشت تکراری پخته گذروندیم. حاضر اگر گفت 1 کیلو چیگیت تخمی اگر استحصالی وطنی خودمون باشه دیگر این پدر تا 7 من لیکن چیگیتایی که از خارجی کشور من ترکیه جمهوری ازبکستان من جمهوری چین وارد کرده شده لوچ کرده شده نرخش از 40 تا 50 سومونی بود. برابر همین نگاه نکرده ما کارکردی الهی گذرانده امروز باید نتیجه‌ای بالام نوال کرد. بله تشکر و سوال جان بسته من در مورد برای کم کردن تاثیر تغییریابی اقلیم به ساحه کشاورزی امروز اون تدبیرهایی که اندیشیده شده است تا کدام اندازه ثمره بخش هستند. علمان متخصصین سایه اکادمیک کشاورزی جمهوری تاجیکستان یک جو با من علمان دانشگاه اگراری جمهوری تاجیکستان برای همین کشاورزان بسیار دستورالعمل همین متدیشکا تیار کرده شده. همین خیلی سورت‌های نوی هم گرمی و تاب‌آور هم خشکی و تاب‌آور همین اختراع کرده شدن. از یک دیگر چیزی که شما گفتید اگر در مثال خودی باغداران گویا دیگر نمی بیاد کسلی‌های زنبوری پیدا میشد. در سایه پخته کارگاه اگر سیبوری شود من حشرات‌های ضررآسای تریپتی شیرینچی پیدا میشد. گرمی بیاد تارتانکنه پیدا میشد. عموما این یک کشاورزی ما بسیارتر 99% از طبیعت وابسته‌ایم. برای همین ما نگاه نکرده امروز طبق دستورهای پیشوی معظم من جناب عالی ما بخوی اینتنسیوی با آبیاری قطرگی گرمخانه‌های زمانوی بسیار بنیاد کرده شدیم که همین گرمخانه ما می‌دانیم همین درون به همین نمی در کار باشد 75-80% پرسنت نمناکی نگاه می‌داریم. گرمی در کار باشد من 25 تا 30 درجه همین خلق کارا رو کرده شدیم برای تامین امنیت غذایی. این با همین اهالی کشورمون تعلق نفته ما کشاورزان همه وقت خدمت خلق برای تامین کردن محصولات کشاورزی. تشکر برای اشتراک بیننده ها. من در صحبت کارشناس میمری کارشناس امروز حضور داشتند عبدالعزیز محمودزاده معاون سردار سراستی کشاورزی ولایت سوخت. برای اشتراک و پاسخ به سوال برنامه شما تشکر می‌کنم. خوش آمدید. ما از تاثیر تغییریابی اقلیم به ساحه کشاورزی صحبت کردیم. مثال عادی سبزیش انار رو می‌آوریم. همه سال ما می‌بینیم که انارهای روی حولیمون یا باغاتمون حاصل می‌اندازد و فرصتی که مثلا الکی دانه‌های انار رنگ می‌گیرد ما مشاهده می‌کنیم که انار می‌پوسد. طایفه راه حل آن را یافتند. وقتی حاصل انداختنش به دهان شکل کوزش مانند انار چیگیتی کار کرده شده یا ماده سولفور رو به پختچه پیچانیده می‌گذارند. در نتیجه همون سال انار نمی‌پوسد و صاحب باغ البته
هم روی دسترخوان خودش را تامین میکند و هم گویم از فروش انواع منفعت مالی میبیند. به فکر شما این حالت پیدایش حشرات ضرررسان تاثیر تغییریابی اقلیم بوده میتواند؟ چرا نه؟ گزارش نوبتی برنامه از تلویزیون موج آزاد ناحیه واسع آماده کرده شده است. همکاریم با خواجه نظریف در این مورد یک گزارش تهیه ساخته است. همراه تماشا میکنیم. نورخان عظیموف دیگخان است. با همین شغل از درآمد حاصل زمین روزگاری اهالی اویله‌اش رو پیش میبرد. زمینی نزد حولیگی‌اش رو درخت انار پیچانیده گرفته است. حاصل درختان آن مثل یک چند سال پیش امسال هم امک نورخان رو ناامید کرد. میوه‌های انار کسل شده، دانه‌های آن سیاه شده پوسیده ایستادند. 10-15 سال شد که امی کرچه چی انار چی شفتالو در امی محیط مو سوز نشد. در قطار باغکاری امک نورخان در سمت زراعتکاری کشاورزی موفق می باشد. او از یک زمین 3 حاصل به دست میآورد. در زمین این حاصل سوم می باشد، لیکن او میگوید که با چنین تجربه با یک چند سال می شود که در پرورش زراعت ها با مشکل ها روبرو می آید. برای خریداری داروباری ها مبلغ زیاد صرف می نماید. متاسفانه برای کارکرد زمین خراجات ها سال تا سال افزوده، حاصل آن کم شده ایستاده است. کاری ما دو چند شد، خراجات ما دو چند شد. خیلی پیشگیری کردیم کسلو رو، نکی خراجات بسیار شد. نورخان عظیموف سبب کم حاصل شدن زمین را از افلاس شوی هوا و تغییر یافتن اقلیم می‌بیند. سالهای پیش دهقانی کارکردش نسبت به زهر و دیگر چیزا کمتر بود. حوزه ایسابی بود هوای اکولوژی یگون اتمسفر ده یگون چیزی هست که امی شبا در نتیجه سلخینی بنام امی میریزه، امی چیزو ده برگشت ضرر میده. ما سالهای پیش که یک بار دو بار همون چی میکردیم دورو و چیزو قطعی امی حاصلو را میشوشتیم و توزه میکردیم. حوزی رو بوشه بسیار کردیم. نو باسته با همین نگاه و بینی بسیار مونم بسیار زراعت ها خوک شده ایستاده. تغییریابی اقلیم این موضوع می باشد که امروز عالمان را به تشویش آورده است. نوروز میرالیف رهبر تشکیلات جمعیتی دوراندیش یکی از آن نفرانی می باشد که اطراف این موضوع در منطقه های گوناگون کشور سوخت و خطلان کار کرده است. وقتی که گرمی شد پیریاخویی که ذخیره هستند اونها آب میشوند. اونها آب کشان دریاها آبخیزی شده. یک کم ضرر اساسی برای کشاورزان این شستن خیلی خاک همو هست که دریا سر زد، آبخیزی که شد. بسیار در همین دهه ما زیاده 70-80 گیتار زمین شسته بردگی آب. این تاثیر یکمش. تاثیر دیم وقتی که گرمی شد آبخیزی شد، ذخیره آب کم می شود، به آبی می شود. برای سبزیجات ها به این آب یک بگیم که منبع اساسی نشنمای خودی که همون سبزیجات یا که نهال است. کم آبی که شد در وقتش همون زراعت آب نیافت، حاصلنوکی وی کم می شود. دیگر تاثیر اون از 20 تا 30-35 درجه بالا کشید. تاثیر همین گرمی با اون فرض کردیم که همون چیز باشد، اگر سبزیجات باشد ضرر جدی دارد، نشنماش تاثیر کلان دارد. اما که نوروز برای آنکه در شرایط تغییریابی اقلیم و تاثیر آن بر ساحه کشاورزی را معاینه نماید در ناحیه واسع آزمایش گذرانید. در این خطه های علایده محصولات های گوناگون کشت نموده است. نهال قلمفور بلغاری ماه اوگوست خوش شدند. نوروز میرالیف برای امین ماندن از تاثیر بیرونه برای تجربه از گرمخانه استفاده کرد. حاصل ضبط سواد این گرمخانه نظر به بیرون در حالت خوب قرار داشته، اما که نوروز میگوید که همه روزه تا ماه ینور آن را جمع آوری نمودن ممکن است. زیرا بالای آن پوشانیده شده تنها گرمی آفتاب را میگیرد. نور آفتاب که باعث خشکشوی نهالها میگردد، پلانک آن را به درون گذاشتنی نمیماند. این تجربه مفید است. تغییریابی اقلیم برای کشاورزان نهایت تاثیر منفی میرساند. در کدام موردی که نباشد هم میگه که ضررش رسانده است. چی شمال باشد، چی گرمی باشد، چی در حالتهای به مورد خنکی باشد. عموما در پای سالهای اخیر کشاورزان اوید این مسئله از تغییریابی اقلیم بسیار مشکلی زیاد کشیده هستند. خیلی خوجگی ما اینه که برای همین تاثیر رساندن آن برای منفعت داشتن ما پیشه گرفتیم ساختمان پرنیکا، ساختمان فرض کردیم که سردخانه را. من همین واسطه قدی بگیم که ما میتوانیم از این پرابلم خلاص شیم.
این دهخانی تجربه‌دار اندیشه دارد که در شرایط نارسایی آب فلزی که دهخانان از چاه‌های 7-8 متر کنده شده که آب آن شور است استفاده می‌نمایند، عاقبت‌های ناخوب را پیش می‌آورد با مانند شورشوی زمین‌های کورم. فقط آب‌های زیرزمینی قطعی نه کچلکام میگن نسوس‌های خوری آبکشی هست، همه آب قطعی آب میدیم که این هم تاثیر منفی دارد. یعنی آب شور است برای فرض کردیم نشنمای همه زراعت بسیار تاثیر درست ولی آب میگیره نه که آیندهش دا یکم اون که تاثیر منفیش همی که زمین شور میکند. وقتی که زمین شور کرد میده زمین اروزش دا چیکار میکند؟ استفاده بیرون میشه. نوروز میرعلیف برای در شرایط تغییرآبی اقلیم مطابق شده کار کردن با کشاورزان از تجربهش مصلحت‌های مفید میدهد. علمای ما باید همه خیلی تخمی‌های خوشصفتی مطابق با تغییرآبی اقلیم چیکار کنن؟ استحصال کنن. دیوم هر یک خوجگی باید که اصول‌های نوی آبیاری یعنی آبیاری قطرگی رو برآورد. تو که در حالت من همین کم بدن آب چیکار کند؟ از مشکلی همین آبیاری برآمدنش دیگر. سوم برای که نهایت من همین تای سال‌های خیلی گرمی زیاد هست راه‌هایی را انتخاب کنه که یعنی ساختمان گرم که همه حاصل شد در حالت سلقینی حاصل فراوان گرفته همین خوجگی را زندگی خود را پیش برد. تغییرآبی اقلیم در قطار ساحه کشاورزی تاثیرش به سلامتی آدمان مشاهده می‌گردد. در مرکز سلامتی دهات نوآباد در ناحیه واسه این مرد از بیماری فشار بلندی شکایت دارد. نماد ساری قدی علاقه پیشی طبیب مراجعه آمدم. دالینی را غم میتا نفس کشی قینای خیلی کار بار همه شمتری که کار دمیرای وضعیت تیگرمی قطعی نمیتونیم رستیگا همی تغییرآبی اقلیم علاقه با آدمای پیر و دیل و قند همیو بسیار سخت چی میکنه تاثیر خودش میرسونه خیلی همین فقط رو با دکتر و با امبولاتوری و با دارو. از روی مشاهده سردکتر مرکز سلامتی با سبب‌های تغییرآبی اقلیم گرم شدن هوا شماره مراجعت کنندگان سال تا سال زیاد گشته ایستاده است. گرمشوی اقلیم این وقت‌های آخر چند سال آخر با این سال با بسیارتر تغییراتی به حد وزن آمد. به حد آدم‌های دولینیشون بلند شدن. درون روی بسیار شد. بین آدم‌های کلانسال و کودکان بیماری‌های خیلی نفس باید سبکتر میشدن و برعکس شدن حساب گرمی مثل عرق میکنن مثل آب تنه میروند مثل ارگانیسم سستر میشوند. در چنین شرایط امکی نورخان اندیشه دارد که برای نگاه داشتن سلامتی آدمان هرچی بیشتر طرز حیات سالم را پیش گرفته مثل او به مهنت مشغول شوند. بیننده ارجمند اون مسئله که ما امروز در برنامه بررسی داشتیم یک شاخچه خرد از درخت بزرگی مشکلات است که آن مشکلات تغییرآبی اقلیم می باشد. مشاهده های چندین ساله نشان داده شده است که اقلیم سیاره ما سیاره زمین تغییر یافته ایستاده است. عالمان ساحه با تشویش از این موضوع سخن میکنند زیرا تاثیر دستی انسان به عالم زنده سیاره بسیار سخت رفته ایستاده است. تاثیر هر یک شخص برای نگاهداشت توازن طبیعت چی بوده میتواند؟ سبز نمودن آن و از پرتو تازه کردن محیط اطراف خودمون. ما میتوانیم با این راه کمی باشد هم در نگاهداشت توازن سیاره آن سیاره که ما زندگی میکنیم سهم خود را گذاشته باشیم. این برنامه اطلاعاتی تحلیلی نبض زندگی بود. خیر، خانه آباد و سربلند باشید. در برنامه آینده موضوع رشد منبعدی تندرستی در شرایط بعد پاندمی بررسی خواهد شد. ساحه تندرستی از زمان پاندمی کووید 19 چه سبق گرفت؟ دیروز و امروز مبارزه با کووید 19 در کشور آیا ساحه تندرستی به اصلاحات نیاز دارد؟ این مسئله ها با متخصصان ساحه مطرح خواهد شد.